در شهر میامی ایالت فلوریدا امریکا یک مرد اسرائیلی با نام مردخای برافمن که 20 ساله می باشد بازداشت شد. او به دو مرد تیر پرانده است زیرا آنها را فلسطینی گمان کرده است. در این باره The Times of Israel خبر می دهد برافمن به ماشینی که این دو مرد در آن قرار داشتند 17 تیر خالی کرده است. جبردیدگان زخمی شدند اما زنده ماندند. کامراهای نظارتی ثبت کردند که چگونه برافمن ناگهان گردش کرده پیش ماشین جبردیدگان برآمده از تفنگ اتوماتیک خود به آنها تیر کشیده است. او در اولین بازپرسی گفته است من دو فلسطینی را دیدم، آتش گشودم و هر دویشان را کشتم. اما بعدتر معلوم شد که این مردانی که مورد حمله قرار گرفتند خود نیز یهودی بودند. آنها پدر و پسر بودند. پسر که در بیمارستان قرار دارد پس از حادثه او خیال کرد که تیرپران عرب بود و در شبکه‌های اجتماعی چنین نوشت من با پدرم از یک کوشش کشتار به انگیزه‌های ضد سمیتی گذشتیم. کوشش کردند که ما را در مرکز میامی کشند اما آنها به مقصد نرسیدند. اسرائیل زنده باد، مرگ به عرب‌ها. ولی پس از آن که معلوم گردید که حملگر نیز یهودی است این نوشته از شبکه‌های اجتماعی حذف کرده شد. بر ضد برافمن 2 اتهام سوء قصد به کشتار اعلان شده است.